یک ساکن 29 ساله دهه زوفگند نویه اشکوشم هنگام نجات همسر 25 سالش که بر اثر مناقشه اویلوی خود را به دریای پنج انداخته بود به هلاکت رسیده است. بنا به گزارش ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، این عائله جوان صاحب 3 فرزند بودند. سبب مناقشه معلوم نیست. در خبر گفته می شود که مرد وقتی که همسر غرق آبش را می بیند خود را به آب دریای پرخروش پنج هوا می دهد و همسر دست به خودکشی زده را نجات می دهد، ولی خود در آب غرق می شود. جسد مرحوم را ساکنان دهه ورنگ جماعت دهات ورنگ از دریای پنج پیدا کرده و به خویشاوندانش سپاریدند. ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت از پیدا کردن جسد یک ساکن 18 ساله دهه شاهان جماعت دهات اسماعیل سامانی نویه دیوشتیج خبر داد که روز 20 مای سال روان در رود سیر غرق شده بود. بنا به خبر سبب غرق آب شدن این جوان 18 ساله معلوم نیست. نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت سوخت بعد راه اندازی کارهای جستجویی و نجات جسد مرحوم را ساعت 17:35 دقیقه پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. جریان حادثه از جانب مقامات صلاحیت دار تحقیق می شود. در یک بنای بلند آشیانه ساختمانش ناتمام در شهر دوشنبه مرد افتاده به هلاکت رسیده است. حادثه 22 مای تقریبا ساعت 9 سحر در بنای ساختمانش ناتمام روبروی چایخانه راحت رخ داده است. یکی از شاهدان به پرس تیجی گفت که سحر باران سخت بود. مرد از آشیانه بلند به زمین افتاد و در جایش به هلاکت رسید. آدمان زیاد جمع آمده بودند. از مقامات ملیس نیز حاضر شدند. گفته می شود که نام این مرد امید و تقریبا 40-45 ساله بوده است. این فلاکت در حال صورت گرفت که یک شنبه استراحت و همزمان باران بود. مقامات این حادثه را تا حال رسما شرح ندادند. از نوعه شهرنف درباره در آب کانال ایثار غرق شدن دو پسر بچه 13 ساله و 14 ساله از نوعه شهرنف درباره در آب کانال ایثار غرق شدن دو پسر بچه 13 و 14 ساله خبر داده می شود. این نابالغان ساکنان دهه 17 جماعت دهات باغستان این نوعه بودند. مدت 2 روز آخر کارهای جستجوی جسد نابالغان ادامه داشت. روز 22 مای جسد یکی از آنها پیدا و به والدانش سپرده شد. جستجوی جسد نابالغ دیگر ادامه دارد. سبب مرگ آنها به نظارت والدان و رعایت نشدن قاعده‌های شناوری عنوان شده است. این حادثه تخمینا ساعت 12:20 دقیقه روز 20 مای رخ داده است. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که 75 نفر آنها نابالغانند. 21 مای سال 2022 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه راننده автомашین تمغه واز 21099 محمد نظروف خولبوی سال تولدش 1948 ساکن نویه ظفرآباد هنگام حرکت در راه ماشینگرد ظفرآباد خوجند در کیلومتر 12 از حوزه اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه مرسدس پرینتر تحت اداره راننده عثمانوف شیرزاد سال تولدش 1993 ساکن نویه جبار رسولوف برخورده است. در نتیجه راننده автомашین واز 21099 محمد نظروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر автомашین مذکور نابالغ محمد نظروف نوباور سال تولدش 2013 جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. 20 مای سال 2022 تخمین ساعت 12:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا کرولا حلیمزاده دلشاد سال تولدش 1970 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در حدود شهر وحدت از حوزه اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ احمدوف مصلح‌الدین سال تولدش 2013 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ احمدوف جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه مومن آباد با عریضه مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اوگوست سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزودان 11,000 سامانی دزدیدند و از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 26 ساله ساکن نویه واسه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.